شروع تزریق واکسن توی پت ها از 45 روزگی هستش و نوبت اول رو که ما میزنیم یه 21 روز تا 30 روز فاصله میدیم، نوبت دوم و دوباره همون فاصله نوبت سوم تزریق میشه واسهشون. یعنی در کل 3 نوبت واکسن تزریق میشه. 2 تا سوال عمده در رابطه با تزریق واکسن از ما پرسیده میشه. سوال اول اینه که آیا تزریق یک نوبت واکسن کافی هست یا نه؟ قطعاً جوابمون نه هسته. سوال دومی هم که از ما میشه اینه که واکسن رو تزریق کردن و یه بازه زمانی از روی اون تزریق گذشته، حالا بیشتر از 1 ماه از اون تزریق گذشته و میگن که دوباره باید تکرار بشه همین واکسن یا نه همون رو باید ادامه بدیم. توی این موارد ما واکسیناسیون رو از اول شروع میکنیم، چون تقریبا اون واکسن اولی که زده شده بلا اثر شده یا اثرش انقدری کم هست که سیستم ایمنی رو نمیتونه واکسن دوم تا اون حد مورد نیاز بوستش بکنه و بیاره بالا.